بانک جهانی برای رفع عاقبت‌های آفت‌های طبیعی در تاجیکستان 50 میلیون دلار اختصاص می‌دهد. با این مبلغ در منطقه‌های آسیب دیده کوپرک‌ها و سربندهای تخریب شده را برقرار نموده ساحل‌ها را مستحکم خواهند کرد. با گفته رهبریت نمایندگی بانک جهانی، برنامه‌هایی که از سوی بانک مبلغ گذاری می‌شوند چند هدف دارند. ساختمان و برقرارسازی کوپرک‌ها امکانیت‌های اقتصادی را رشد می‌دهد و روای نقلیاتی را بیشتر می‌کند. مستحکم نمودن ساحل‌ها به خطری چاروا و محصولات کشاورزی خواجگیداران را تأمین می‌سازد. همچنین زمین‌های حاصلخیز را در فصل بهار از آبخیزی امین نگه می‌دارد. برنامه‌ها در مناطق پیاده می‌شوند که دارای بیش از 650,000 نفر اهالی می‌باشند. در این برابر قرار است که نظام اداره‌کنی علاقه فوری و آگاهسازی اهالی به هنگام آفت‌های طبیعی در مرکز ملی نظارت بحران نوسازی شود. یکی از بخش‌های این برنامه تحکیم اقتدار تاجیکستان برای کاهش فلاکت‌های طبیعی است. از جمله مرکز بنیاد می‌گردد که خطرها را نظارت خواهد کرد و همزمان دستورالعمل‌های زیاد برای کم کردن آسیب‌پذیری تهیه می‌شوند. تاجیکستان همساله از آفت‌های طبیعی نظیر سیل و آبخیزی و زمین جنبی و ترمه‌فرایی خسارات می‌بیند. هر سال خسارات مالی تا 10 میلیون دلار می‌رسد. هر دفعه رهبریت کشور به جامعه جهانی برای دریافت کمک‌های بشردوستانه به خاطر رفع عاقبت‌های آفت‌های طبیعی مراجعت می‌نماید. کارشناسان بانک جهانی بر اینند که مبلغ‌های جدا شده ضرر رسیده از فلاکت‌های طبیعی را به مراتب کمتر خواهد کرد. معمولاً آبخیزی‌ها در جنوب تاجیکستان و سنگریزی و ترمه‌فرایی در شرق و جنوب و شرق تاجیکستان به عمل می‌آیند. از این خاطر برنامه‌ها در همین منطقه‌ها راه‌اندازی خواهند شد.